سلام خسته. سلام. سکه میخواستیم 40 تا جدید. دونه 2.5. منظورتون 1.5 دیگه، چون ما همین تازگی 1400 فروختیم. نه عزیزم الان 2500. چرا آقا؟ آمریکا گفته میخواد از برجام خارج شه. سلام. 40 تا سکه می‌خواستیم. امامی دونه 3 40 تاش 120 میلیون. همین الان برای خیابون نگفت 100 میلیون. دونه 2.5. 100 بدم فردا 150 هم گیرم نمیاد. ببخشید ما امروز هم سلام. اون 40 تا رو یه تخفیف میدیم ما ببریم. والا الان سایت آپدیت شده هیچکی زیر سه نمیده. یه دقیقه نیست رفتیم اومدیم. آقا سکه می‌خواستیم. چند تا؟ 320 میلیون تومان. سکه شده 8 میلیون تومان. وقتی دلار 3000 تومانی میشه 19000 تومان معلومه همه چی گرون میشه. دیگه خودتون که قبول دارین حبابه. ببینید سکه دیروز 6 میلیون بود. ترامپ سخنرانی کرد شد 7 تومن، بعدش توییت زد شد 8 تومن.